гарчанде ки дастонам чиркида боша қалбтон покаи минадорам. دست دادن به زنان نامحرم گناهی بزرگی است که جوانان امروز آن را کوچک می شمارند و حتی گناه بودنش را هم احساس نمی کنند. می گویند دل من پاک است و من نیتی بد ندارم. آیا قلب شما از قلب پیامبر خدا دیده پاکتر است؟ قلب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پاکترین قلب ها بود، ولی با وجود این می فرمود اینی لا اصافح النساء، یعنی من با زنان دست نمی دهم. در روایت مسلم آمده است که سیده عایشه رضی الله عنها می فرماید قسم به الله که هرگز دست پیامبر خدا با دست هیچ زنی نامحرم نرسیده است. از همه بدترش این که این کار گناه را به نمایش می گذارند و رکلم می کنند. ای کسانی که چنین نوارهای حرام پهن می کنید و جوانان را به بی‌حیایی می کشید، از الله بترسید. با این کارتان از معاونان شیطان می شوید. قسم به ذات الله که روز قیامت این نوار شما برایتان درد سر می شود، سخت پشیمان می شوید.